سوره بقره آیات 44 تا 59. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید با اینکه شما کتاب خدا را می خوانید؟ آیا هیچ نمی اندیشید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این کار گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم که بر شما ارزانی داشتم و از این که من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می شود و نه یاری خواهند شد. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و به یاد آرید آنگاه که شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم. آنان شما را سخت شکنجه می کردند، پسران شما را سر می بریدند و زنهایتان را زنده می گذاشتند و در آن امر بلا و آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و آنگاه که با موسی 40 شب قرار گذاشتیم، آنگاه در غیاب وی شما گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شکر گزاری کنید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و آنگاه که موسی را کتاب و فرقان دادیم شاید هدایت یابید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و چون موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله بر خود ستم کردید
پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و خطاکاران خودتان را به قتل برسانید که این کار نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است. پس خدا توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. و چون گفتید ای موسی تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، پس در حالی که می نگریستید صاعقه شما را فرو گرفت. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم باشد که شکر گزاری کنید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و بر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما گزنگبین و بلدرچین فرو فرستادیم و گفتیم از خوراکی های پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید، ولی آنان بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم روا می داشتند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و نیز به یاد دارید هنگامی را که گفتیم بدین شهر درآیید و از هر کجای آن خواستید فراوان بخورید و سجده کنان از در بزرگ درآیید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشاییم و پاداش نیکوکاران را خواهیم افزود. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما کسانی که ستم کرده بودند آن سخن را به سخن دیگری غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما نیز بر آنان که ستم کردند به سزای این که نافرمانی پیشه کرده بودند عذابی از آسمان فرو فرستادیم.